قابل ذکر است که روز 12 دکامبر سال جاری با تشبث تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به محیط زیست قطعنامه دایر به حفظ پریخا و کریوسفر به خصوص در منطقه های کوهی قبول کرده شد. با تشبث دیگر کشور ما قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. علاوه بر این به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریژ بیانگر اعتراف تشبث‌های تاجیکستان میباشد. آن هم باعث افتخار است که 12 دکامبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی قبول گردید. پذیرفتن این تشبث‌ها افاده اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان عاید به مسئله‌های مبرم روزنامه گلوبالی به حساب می رود.